بهم داره یاد میده پاستا بپزم. نه ببخشید آقا، ببخشید قرار شد نودلیت بپزم گفتم پاستا. خب این هویج رو ریختیم، اینم میریزیم قارچا رو. حالا جای جالبش اینجاست، این داره مال خودش اینجا جدا درست میکنه. نگاه کنید مال خودشه، قارچ زیاد ریخته. این مال منه بیچاره است که قارچم کمه. این نودل منه، اینم نودل ایشونه. خب جامون عوض کردیم، اونجا شعلش کوچیک بود. یکم آویشن محلی ریختیم، آویشن محلی ریخت. خب این دیگه داره میجوشه. ایشون اینو انداخت اونجا، این داره میجوشه. اینو میندازیم. خب فعلا داره اینجوری میجوشه. اینم برای این. آقا این داره برای خودش کلم بروکلی هم میریزه، منم هرچی گیرش میاد داره میریزه. 2 تا دونم به من بیچاره داد. این 2 تا رو انداخت. به نظرتون میشه اینو خورد؟ نگاه کن داره چه جوری میشه. حالا نوبت ایناست، این پودراشه. بچه ها انگار این یه چیز چقدر بوش خوبه خداییش. این خیلی درست میکنه، من خوشم نمیاد، نمیخورم. حالا من امشب گفته بیا جدا مال خودت درست کن بخور ببین چه جوریه. اینم یه چیزی مثل آویشن شده انگار. خب حالا این بجوشه ببینیم چی میشه. این برای من نگاه کنید چه جوری شد. برای این خوشگل تره، دخترونه تره. نگاه کن یه چیزی نمک اصلا نریختی، منم نمیخواد. میگه نمیخواد، ولی من غذا که بخوره ببین نمک داره یا نه، ولی از فکرمو خوشگل تره. خب بچه آخر کار اینجوری شد، نگاه کنید اینو. حالا برای ایشونو. بعد یه چیزی اینا داره اسمشو که یادم رفته، چاپسینگ چیه؟ چاپستیک. منم با چنگالم حالا زاپاس یه قاشقم آوردم. خب بریم ببین چجوری میشه. بعد اینکه 10 سال هی نخور حالا خودت داری میخوری. آره من هی بهش میگم تو نخور، این چیه میخوری؟ حالا خودم دارم میخورم ببینم چه جورکی. ولی این خیلی خوشگل شد.